سلام و درود دوستان عزیز ما. برای شما منطقه دوم چسکه نزدی خوشکو برای چورو. حالا میخوام برای شما بیان کنم نرخ نوای امروزه رو. امروز باشه روبل روسی برابر است به 124 سوم 60 درهم در پریود بانک اوریون بانک. حالا یک برای شما نرخ نو باشین رقم‌های تلفنشون میگیرم. اگر اون کس خریدارو باشد چیز امین کانال ما خریداری کنه تا در خانه‌شون به فکرم منطقه دوم و یکم همه جا میبردن لوبای جا میبرن دوستو. من یک برای شما بیان میگم اینجا جوری هم بوده است و بیده که همش این بیده خیلی خوشرو بوده است. نرخش 28 سومانی گفتده. یک دونه پرس 28 سومان گفتده است. از دیگه صاحبش نبوده است. از این همکاراش گویم پرسیدیم نرخش 28 سومانی میگوید. خدا خواهد هر رقم تلفنش مونده نمیشه چون نیست صاحبش. ببینیم چی باشد این علفی هر خیله. این علف من گمان کردم جوری است. این هر چی بوده است. خلاصه هر علفی که بوده است آمیخته کردگی برای شما دوستو. نرخش 20 سوم میگن. رقم تلفن چند؟ 92 963 91 98 لوگوی تریتوری نوعی مسچو دست صفحه میکنن دوستو. این بیده هم گویم 28 سومونی. من خالتاشون خوب یکم مایده علفای بیگونش نیست. این چندم داره با دروی دویم از دوستو. هدفش خوشوات تلفن برای تماس تلفن 830 80 51. اینم کدام سمتی که نباشد دست صفحه میشه دوستان. زنگ بزنید فقط شما از شما یک زنگ دست صفحه تلفن حسابی صاحب پرس. خدا نگهدار. نه همیشه خیرمن دهخانه میخواد سرخوشک باشد که گوهو به پرابلم گردن. اینه کوهی گندم چندش در کوه گندم 25 سومانی. این هم داری خونه با نبا علفش وی لالمی بوده است. تلفن 790 67 دوستو میتونه زنگ زنید. که لالمی که های وی هم یوف میشدن که های آبی یوف شدن جمعه خیلی در این رقم ها زنگ بزنید دوستو. من این کوه بیده گویم اینم 28 سومانی بخشش میفرستم 27 سومانی بوده است. این پرس این هم دست صفحه داره لوگوی تریتوری مسچو و اینا با نقص کرد رقماش مونده است. اگر چی نباشدم باز زنگ میدارن دوستو. من 92 934 44 14 دوستو میتونید زنگ زنید به حاضر در خونهاتون لوگوی تریتوری مسچو. این هم دست صفحه میشه دوستو. من کدوم کسی را کای گندم معقول نباشد کای جوم اومده است. لالمی 24 سومانه 24 سومانی بوده است. دست صفحه و تمام منطقه نوحه مسچو. این بیرون از مسچو هم میبریدن. تلفن چنده؟ 99 799 88 15 دوستان میتونه زنگ زنید. این هم دست صفحه. اینا خلاصه همش لوگوی تریتوری مسچو میبرن. من با پرسی بیده نرخش 28 سومن دوستان. 92 934 44 14 این هم دست صفحهش هست. خلاصه بگیم دل پر زنگ زد. این وقتا پرابلم نیست. دست صفحه های دوره پیش میگفتن که نمیبریم. خلاصه زنگ زنید. یا زنگ تلفنی داری خونتون پرسی خوب که باشد خود جو باشد خب بیده همشه برده میرسن داری خونتون. اگر ویدیو با شما پسند آید فکر اندیشه خوبی خود در زیر کامنتاری رو گذارید. در کانال ابونه میشوید دوستو و یا دوستو پدلیست کنید کسانی که همین خوشخوره سرو دارن. پرسو به دیگه بیرون از منطقه بر افسوده دوستو. منو
خلاصه اینا دلنگ میبرفته است. اینا مردم مسیح اینا گوارش خورده نمیتونست. خلاصه بیرون از منطقه. های زنگ میزنه دوستو. خریداری میکنه. خدا نگهدار شما. باقی سربلند و خانواده باشه.